یه جایی هست وقتی پا میذاری توش هوا یه جور دیگه نفس میکشه. نه صدای ماشین، نه خنده ی آدما، فقط یه سکوتی که انگار گوشات رو میبله. زمینش یه رنگ خاص داره، خاکی که بوی مرگ نمیده، بوی احترام میده. باد از یه سمت خاص میوزه، طوری که حس میکنی داره باهات حرف میزنه. هر قدم که بر میداری انگار داری بین خواب و بیداری راه میری. یه لحظه بر میگردی عقب، همه چی همونجاست، ولی یه چیزی فرق کرده. انگار یه شهر زیر این خاک خوابیده، یه شهر بی صدا، بی نور، ولی زنده تر از خیلی از شهرهای دنیا. اینجا مرز بین دنیاست و یه دنیای دیگه. بارادار، چشمات بیداره، هر لحظه یه ماجرای تازه داره. لطفاً عضو کانال رادار بشید و با یه لایک پر انرژی از ما حمایت کنید و تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اینجا وادی السلامه. میگن هر مومنی که از دنیا میره روحش از 1000 کیلومتر اونورتر خودش رو میرسونه به این خاک. میگن اینجا بزرگترین قبرستون جهانه، ولی اگه از نزدیک ببینی بیشتر شبیه یه آرشیو زنده است. هر قبر یه فایل بسته است، پر از زندگی، عشق، جنگ، ترس و فقط خدا میدونه چی توش نوشته شده. یه مرد پیر اون گوشه نشسته، سالهاست اینجا نگهبانه. میگه آدم باید یه بار اینجا نفس بکشه تا بفهمه زندگی یعنی چی. میپرسی از مرده ها؟ میگه نه پسرم، از زنده ها. وقتی شب میافته نور ضعیف چراغ‌ها میرقصه روی سنگ قبرها. صداهایی از دل زمین میاد، نه بلند، فقط به اندازه‌ای که حس کنی تنها نیستی. یه لحظه دلت میخواد فرار کنی، ولی یه چیز محکم نگهت میداره. حس احترام. انگار هر سنگ داره نگات میکنه. هر قبر یه نگاه خاموشه که چیزی میخواد بگه. در دوران جنگ خیلی از گلوله فرار کردن و همینجا پناه گرفتن. بعضیا برگشتن، بعضیا نه. وادی السلام اونها رو هم در خودش نگه داشت. حالا هر غروب باد از روی اون قبرها رد میشه، بوی خاک نم خورده رو میپاشه تو هوا و آدم میفهمه اینجا فقط یک گورستان نیست، اینجا یه تاریخ تنفس کشیده است. بعضیا میگن وادی السلام دره آرامشه، اما حقیقت آرامش نیست، آگاهیه. یه یادآوری خاموش که میگه زنده بودن یعنی هنوز فرصت داری کاری بکنی که ارزش موندن توی این خاک رو داشته باشه. میدونی چی جالبه؟ قبرستون وادی السلام فقط یه زمین پر از سنگ قبر نیست، انگار یه زمان زنده است، یه جایی که چند دوره تاریخی روبروی هم نفس میکشن. اصل ماجرا اینه که اینجا به عنوان قبرستون حدود 1400 سال فعاله. یعنی از همون دوران بعد از شهادت امام علی علیه السلام کم کم مردم شروع کردن مرده هاشون رو اینجا دفن کردن. چون نزدیک حرم امام بود و اعتقاد داشتن هر کی اینجا دفن بشه از نظر روحی و معنوی یه جورایی امن‌تر میره اون دنیا. اما قضیه هود و صالح نبی برمیگرده به خیلی قبل‌تر. روایات شیعه و بعضی از منابع تاریخی میگن که محل دفن اصلی این دو پیامبر تو همین محدوده‌ایه که بعدها وادی السلام شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی امام علی علیه السلام به نجف اومد و بعدها مردم اینجا رو برای دفن انتخاب کردن، اون موقع این مکان از قبل یه جای مقدس بوده. بعضیا میگن حتی خود امام علی یه بار از این منطقه رد شده و گفته اینجا سرزمینیه که ارواح مؤمنین در اون جمع میشن و محل دفن پیامبران هود و صالحه. پس در واقع این زمین مقدس بوده قبل از اینکه قبرستون بشه. و وقتی مردم شنیدن امام علی چنین حرفی زده، از اون به بعد شروع کردن عزیزاشون رو همونجا دفن کردن تا به قول خودشون همسایه انبیا و اولیا بشن.
اگه بخوای ساده تر تصورش کنی، یه تپه خاموش بوده وسط بیابونهای اطراف نجف که طبق روایات 2 پیامبر الهی اونجا دفن بودن. قرنها بعد امام علی اونجا دفن شد و مردم گفتن اینجا دیگه فقط خاک نیست، یه دروازه است بین دنیا و آخرت. همین شد که کم کم قبرها زیاد شدن تا شد بزرگترین قبرستون دنیا. الان مساحتش 1.485/5 جریب فرنگی، یعنی 601,016 هکتار، 6.1 کیلومتر مربع، 2.32 مایل مربع که گفته شده تا امروز حدود 5 تا 6 میلیون نفر اینجا دفن شدن، از علما و سلاطین گرفته تا آدمای معمولی. از عجایب و حقایق ناگفته این قبرستون آروم پرسر و صدا اینه که تو بعضی روایت ها اومده که وادی السلام بخشی از بهشته، یعنی روح هر مؤمنی که بمیره قبل از ورود به بهشت یه توقفی تو این وادی داره. حتی گفته شده وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در حال عبور از این زمین بودن و ارواح مؤمنین صحبت میکردند و اطرافیانشون فکر میکردن داره با آدم زنده حرف میزنه. این نشونه یه همون اتصال روحانی بین دنیا و برزخ تو این خاکه. توی دل خاک وادی شبکه‌ای از اتاق‌های سنگی و تونل مانند وجود داره که مخصوص دفن خانوادگی یا روحانیونه. بعضیاشون قدمتشون به قرن 3 هجری برمیگرده. یعنی اگه زمین رو بکنی، لایه قبر و دخمه زیر پات باز میشه، مثل شهری ساکت که ساکنانش خوابیدن. خیلی ها از کشورهای دیگه، ایران، لبنان، هند، بحرین، وصیت میکنن بدنشون حتی اگه اونور دنیا دفن بشه مقداری از خاک وادی السلام رو توی قبرشون بریزن، چون باور دارن خاکش باعث آرامش روح و رهایی از عذاب قبر میشه. بعضیا هم وصیت میکنن جسدشون به هر قیمتی شده منتقل بشه اونجا و واقعا انجامش میدن. در وادی السلام بعضی تدفین‌ها شبانه انجام میشه، نه به خاطر ترس یا پنهانکاری، بلکه به احترام شخص متوفا یا ازدحام زیاد روزها. اون لحظه ها وقتی صدای تلق تلق بیل تو سکوت شب میپیچه، تجربه‌ای که ظاهرا هیچ وقت فراموش نمیکنن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرموده وقتی امام زمان عجل الله ظهور کنه، عده زیادی از مؤمنین از وادی السلام زنده میشن و به حضرت میپیوندن. یعنی در واقع اینجا محل آغاز دوباره زندگی بعضی از مؤمنینه. برای همینه که شیعه ها بهش میگن دروازه رجعت. خیلیا که اونجا رفتن یه اسم مشترک دارن، یه آرامش عجیبی بین اون همه قبر هست. نه ترس، نه دلهره، فقط حس نزدیکی به چیزی فراتر از دنیا. بعضی حتی میگن وقتی تنها را میفتن صدای زمزمه هایی میشنیدن، انگار ارواح دارن ذکر میگن. وادی السلام نه فقط بزرگترین قبرستان دنیاست، نه فقط جایی برای دفن مردگان، بلکه نمادی از تاریخ، ایمان و اعتقاد مردم نجف و شیعه هاست. وسعت اون، دخمه ها و اتاقهای زیرزمینی و نزدیکی به حرم امام علی علیه السلام باعث شده وادی السلام فراتر از یک قبرستون یک مرکز معنوی و تاریخی زنده باشه که هنوز هم پذیرای ظاهرا و دفن مؤمنانه. در نهایت اینجا پایان نیست، بلکه ادامه زندگی، داستان و باورهاست که نسل به نسل منتقل میشه. وادی السلام جاییه که سکوتش حرف میزنه و خاکش داستان میگه. ممنونیم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. نظرات و پیشنهادات شما برای این ویدیو و ساخت ویدیوهای بعدی برای ما خیلی ارزشمنده. پس تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید، این کانال دقیقاً جاییه که باید باشید، چون میخوایم از رازهایی پرده برداریم که هیچ جا فاش نشده.